سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. اعتماد به نفس به معنای ارزشیابی مثبت و قدرتمندی است که فرد به خودش اختصاص میده. این مفهوم به اعتقاد و اعتماد فرد به قابلیت‌ها، مهارت‌ها و ارزش‌های شخصی او ارتباط دارد. وقتی فرد به خود اعتماد داشته باشد، احساس می‌کند که می‌تواند با چالش‌ها و موقعیت‌های مختلف زندگی مقابله کند، تصمیمات درست بگیرد و به دستاوردهای موفق دست یابد. اعتماد به نفس بر اساس تجربه‌های گذشته، دستاوردها، پشتوانه‌های اجتماعی و ارتباطات مؤثر ساخته می‌شود. به علاوه راهنمایی و تشویق از سوی افراد مهم در زندگی فرد، مانند خانواده، دوستان و مربیان نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس دارند. به طور خلاصه، اعتماد به نفس یک ویژگی مهم در زندگی است که به فرد کمک می‌کند در مواجهه با چالش‌ها، ارتباطات اجتماعی و رشد شخصی بهتر عمل کند. در ادامه راهکارهای تقویت اعتماد به نفس رو با شما به اشتراک میذارم. اگر آماده هستین شروع کنید. خودآگاهی: ابتدا با خودتان آشنا شوید و به شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف خود بپردازید. با شناخت دقیق خود می توانید روی نقاط مثبت تمرکز کرده و بهبودشان بدهید. ارزیابی مثبت: خودتان را به خاطر داشته باشید و تلاش کنید تا از وقوع افکار منفی درباره خود پرهیز کنید. به جای آن روی کارها و دستاوردهای خود تمرکز کنید و از آن برای افزایش اعتماد به نفستان بهره ببرید. تغییر نگرش: به خود و زندگیتان نگرش مثبتی داشته باشید. از خودتان بپرسید که چگونه می توانید مسائل را به صورت مثبت دیده و از زمینه‌های مختلف زندگیتان لذت ببرید. تمرین و مهارت‌های جدید: با کسب تجربه و مهارت در زمینه‌های مختلف اعتماد به نفستان را افزایش دهید. با موفقیت در یادگیری و بهبود در عرصه‌هایی که علاقه دارید، می توانید اعتماد به نفستان را تقویت کنید. مراقبت از خود: به بهبود وضعیت جسمانی و روحی خود اهمیت دهید. ورزش، تغذیه سالم، خواب کافی و انجام فعالیت‌های استراحتی می تواند به شما کمک کند تا احساس بهتری درباره خود داشته باشید. پذیرش خطاها: هیچ کس کامل نیست و همه ما خطاها و اشتباهاتی می کنیم. به جای اینکه خود را به خاطر اشتباهات سرزنش کنید، از آنها به عنوان فرصتی برای رشد و یادگیری استفاده کنید. تعامل با افراد مثبت: با افرادی که انرژی مثبت دارند و اعتماد به نفس بالایی دارند ارتباط برقرار کنید. این افراد می توانند شما را الهام ببخشند و در افزایش اعتماد به نفس به شما کمک کنند. تجربه موفقیت‌ها: به یادآوری موفقیت‌های گذشته خود بپردازید و احساس خوبی که از آنها داشتید را تجربه کنید. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که شما توانایی داشتید و می‌توانید در آینده نیز به موفقیت‌های بزرگتری دست یابید. مراجعه به متخصصین: در صورتی که اعتماد به نفستان به حدی از دست رفته که به طور قابل توجهی زندگیتان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بهتر است به متخصصان روانشناسی مراجعه کنید. آنها می توانند با شما در مورد مسائلتان صحبت کرده و راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند. تنظیم هدف‌ها: تعیین اهداف مشخص و قابل دسترس برای خودتان شما را به سمت رسیدن به آنها هدایت می کند و باعث افزایش اعتماد به نفستان می شود. هدفهای کوچک را در مسیر رسیدن به هدفهای بزرگتر تعیین کنید و به تدریج به آنها برسید. آموزش خود: با یادگیری مستمر و افزایش دانش و مهارت‌های خود اعتماد به نفستان را افزایش دهید. شرکت در دوره‌های آموزشی، خواندن کتاب‌ها و مقالات مرتبط با حوزه مورد علاقه‌تان و توسعه مهارت‌های شخصی می‌تواند به شما کمک کند. تجربه‌های جدید: با تجربه کردن تجربیات جدید و متنوع، بهبود اعتماد به نفستان را تجربه کنید. امتحان کردن امور جدید، سفر به مکان‌های ناشناخته، شرکت در فعالیت‌های مختلف و توسعه دایره تجربه‌هایتان می‌تواند اعتماد به نفستان را تقویت کند. مراقبت از ظاهر: اهمیت نگهداری از ظاهر خود را فراموش نکنید.
با مراقبت از تمیزی و بهداشت شخصی، پوشیدن لباس‌هایی که به شما احساس راحتی و اعتماد به نفس می‌دهند و داشتن ظاهری مرتب و مناسب اعتماد به نفستان را تقویت کنید. ارتباط مؤثر. بهبود مهارت‌های ارتباطی خود شما را قادر می‌سازد تا بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنید و اعتماد به نفستان را افزایش می‌دهد. تمرین مهارت‌های گفتگو، گوش دادن فعال و برقراری ارتباط مؤثر می‌تواند به شما کمک کند تا احساس قدرتمندی در ارتباط با دیگران داشته باشید. حمایت از خود. از خودتان حمایت کنید و حقوق و نیازهایتان را به خوبی بشناسید. در مقابل فشارها و انتظارات دیگران، دستاوردها و مراحل پیشرفت خود را تشویق کنید و به خود احترام بگذارید. پذیرش تغییر. تغییر یک قسمت طبیعی از زندگی است. با پذیرش و تطبیق با تغییرات می توانید اعتماد به نفستان را تقویت کنید. به جای مقاومت در برابر تغییر، بازتابی فعالی داشته باشید و به دنبال فرصت‌ها و چالش‌های جدید بگردید. مشارکت در فعالیت‌های جمعی. شرکت در فعالیت‌های گروهی و جمعی به اعتماد به نفس شما می‌افزاید. با همکاری و تعامل با افراد دیگر می توانید مهارت‌هایتان را به ارمغان بیاورید و از تجربه دانش و مهارت‌های دیگران بهره برداری کنید. مراقبت از سلامتی. به سلامتی خود اهمیت بدهید. فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم، خواب کافی و مدیریت استرس می تواند به شما کمک کند تا احساس خوبی درباره خود داشته باشید و اعتماد به نفستان را تقویت کنید. تمرین خودداری. با تمرین خودداری و پشتکار می توانید اعتماد به نفستان را افزایش دهید. تعهد به اهدافتان، عمل به وعده ها و مواجهه با چالش ها و مشکلات با اراده قوی به شما اطمینان می دهد که می توانید بر هر چیزی غلبه کنید. تمرین خودشناسی. با بررسی عمیق‌تر خودتان و شناخت بهتر از ارزش‌ها، استعدادها و نقاط قوتتان، اعتماد به نفستان را تقویت کنید. تمرین‌های خودشناسی مانند نوشتن ژورنال، مدیتیشن و تفکر مثبت می‌تواند به شما کمک کند تا به خودتان بیشتر بپیوندید و باورهای مثبت درباره خودتان بسازید. مراقبت از روحیه. به مراقبت از روحیه و خوشبینی خود اهمیت بدهید. انجام فعالیت‌هایی مانند مدیتیشن، یوگا، خواندن کتاب‌های الهام بخش و گوش دادن به موسیقی مورد علاقه‌تان می‌تواند به شما کمک کند تا استرستان را کاهش داده و اعتماد به نفستان را افزایش دهید. تمرینات فیزیکی. فعالیت بدنی منظم به عنوان یک راهکار برای افزایش اعتماد به نفس بسیار مؤثر است. ورزش‌هایی مانند شنا، دویدن و تمرینات مقاومتی می‌تواند آگاهی بدنی شما را افزایش داده و بهبود روحیه و اعتماد به نفستان را به همراه داشته باشد. خودقضاوت مثبت. به خودتان احترام بگذارید و خودتان را مورد قضاوت مثبت قرار دهید. تمرکز بر نقاط قوت و توانایی‌هایتان به شما کمک می‌کند تا اعتماد به نفستان را تقویت کرده و از خودتان خوشحالی بیشتری به دست آورید. قرار دادن مرزهای شخصی. برای حفظ اعتماد به نفستان نیاز است مرزهای شخصی را تعیین کنید و آنها را حفظ کنید. مواجهه با ترس‌ها. برای افزایش اعتماد به نفس به تدریج با ترس‌ها و موانع خود روبرو شوید. با مواجهه با ترس‌های کوچک و ادراک از اینکه می توانید بر آنها غلبه کنید، اعتماد به نفستان را تقویت کرده و به سمت اهداف بزرگتر حرکت کنید. تجربه تفاوت‌ها. جستجو در تجربیات و آشنایی با فرهنگ‌ها و نگرش مختلف به شما کمک می‌کنند تا اعتماد به نفستان را در مواجهه با محیط‌های متنوع تقویت کنید. با دیدن دنیای گسترده‌تری می‌توانید بر اطمینان خود افزوده و با اعتماد بیشتری به چالش‌ها پاسخ دهید. تعیین اهداف و دستیابی به آنها. تعیین اهداف و دستیابی به آنها به شما اعتماد به نفس می‌دهد. برنامه ریزی مؤثر و مراحل قابل اندازه‌گیری برای رسیدن به اهدافتان را تعیین کنید و با هر مرحله کوچکی که به سمت آن حرکت می‌کنید، اعتماد به نفستان را تقویت کنید. حفظ خود مراقبتی. به خودتان و بهداشت روانی و بهداشت جسمیتان اهمیت دهید. مراقبه خوب برای خودتان و بهبود شرایط زندگیتان اعتماد به نفستان را تقویت می‌کند. به خواب کافی، تغذیه سالم، استراحت مناسب، وقت گذرانی با علایقتان و مراقبت از خودتان
توجه کنید. تمرین خودسازی و بهبود شخصیت به شما اعتماد به نفس می‌دهد. بر اساس اصول و ارزش‌های خود زندگی کنید و به خودتان و ارزش‌ها و اصول زندگیتان احترام بگذارید. تنظیم هدف‌های قابل دستیابی. با قرار دادن هدف‌های کوچک و قابل اندازه‌گیری، شما می توانید مراحل پیشروی خود را ببینید و با هر موفقیت کوچک اعتماد به نفستان را تقویت کنید. تمرین مدیریت استرس. مدیریت استرس می تواند به شما کمک کند تا با موقعیت‌های استرس‌زا بهتر کنار بیایید و بازدهی و اعتماد به نفستان را حفظ کنید. تکنیک‌هایی مانند تنفس عمیق، مدیتیشن، یوگا و تمرینات ورزشی می تواند به شما در این زمینه کمک کند. تغییر نگرش‌ها. نگرش ما نسبت به خودمان و قدرت‌هایمان تأثیر زیادی بر اعتماد به نفسمان دارند. به جای فکر کردن به نقاط ضعف و ناتوانایی‌های خود، تمرین خود را بر روی نقاط قوت و توانایی‌ها قرار دهید. با دیدن خود به عنوان شخصی قادر و موفق، اعتماد به نفستان تقویت می‌شود. محافظت از خود در مقابل انتقادها. در مواجهه با انتقادها مهم است که خودتان را محافظت کنید و به خود بیشتر اعتماد کنید. انتقادها می توانند ضربه به اعتماد به نفستان وارد کنند، اما با تمرکز بر نظرات سازنده و ارزش‌هایتان می توانید از این تاثیرات منفی جلوگیری کنید. اما سوال من از شما اینه: بهترین کاری که برای تقویت اعتماد به نفس میشه انجام داد چیه؟ پاسختون رو در کامنت ها برام بنویسین و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. امیدوارم که شاد و پیروز باشید.